کانت که دیگه تئوریسین بزرگ اخلاق، فیلسوف اخلاق، اصلا فیلسوف مدرنیته است. فلسفه غرب رو به قبل از کانت و بعد از کانت تقسیم کردن. میگه هوش جنس لطیف را انکار نمی کنم، اما به هیچ وجه با هوش مردان قابل مقایسه نیست. میشود گفت زنان تقریبا بیهوشند یا کم هوشند. ببینید نگاه اینا به زن چیه. کافی نیست تصور کنیم ما با موجودات انسانی روبرو هستیم. ما نمیگوییم زن انسان نیست، اما میگوییم انسانها همه در رده واحدی نیستند. یعنی زنم انسانه، اما مرد خیلی انسان تره. زن و مرد بله هر دو انسان هست، اما اساسا اینا یک رده موجود نیستن. این حرف کانته. کانت پدر روشنفکریه. شوپنهاور: زن حیوانی است با موی بلند و عقل کوتاه. زنان در تمام طول زندگیشان کودکند، حد وسط بین کودک و مرد میمانند. زن جنس کوتوله، شانه باریک که نمیدانم چرا آنها را زیبا مینامند. باز این هم عقده‌های شخصیه. منوس خانمش کی بوده چجوری بوده. نیچه که اصلا نابغه بزرگ فلسفه غربه، میگن فیلسوف بزرگ پست مدرنه. او که اصلا یک چیزایی بزن فقط مونده فوشایی بده دیگه بزن. تعبیر خیلی توهین‌آمیز. میگه بدترین و ضعیفترین مرد از قویترین زن قویتر است. بالاترین زن از پایینترین مرد پایینتر است. اساساً زن چرا باید مالک باشد؟ زن ملک و دارایی مرد است. زن مملوک است. اگر مملوک را تبدیل به مالک بکنید به خودش هم صدمه زدید. زنان قادر به عشق ورزی و دوست داشتن هم نیستند. زن، گربه و کلاغ. میگه اینا مساهمن. بعد میگه زنان گربه یا پرنده اند، در بهترین حالت گاو باقی ماندند. این فقط مونده فوش بدن. اینا نوابغ غرب مدرنن. اینا کسانی هستند که فرهنگ مدرنیته و پست مدرن رو اینا ساختن. اینا همین الان هم کتاباشون در دانشگاه‌های بزرگ دنیا داره تدریس میشه.